اینجا آلاسکاست، یکی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا که با ایالات دیگری همسایه نیست. آلاسکا به صورت یک برون بوم از ایالات متحده آمریکا قرار دارد و با بقیه خاک این کشور پیوستگی ندارد. با داشتن معادن غنی و نفت، یکی از ثروتمندترین ایالات این کشور محسوب می شود. مساحت این ایالت 1,717,854 کیلومتر مربع است که از 150 جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده است. یخسارها و یخچال‌های طبیعی این ایالت را شکل دادند. گونه‌های زیادی از حیوانات در این ایالت وجود دارد. تا قرن 19 آلاسکا جزء قلمرو روسیه تزاری محسوب میشد، اما چه شد که آمریکا به این نقطه شگفت‌انگیز دست یافت؟ برای دانستن بیشتر این موضوع با ویلفکس یا واقعیت‌های عجیب همراه باشید. در سال 1725 میلادی پیتر کبیر تزار روسیه چند نفر را مأمور کرد تا کرانه‌های شمال شرقی روسیه را کشف و مشخص نماید. پژوهشگران بعد از سالها جستجو آلاسکا را در سال 1741 کشف کردند. زمانی که روس‌ها این منطقه را کشف کردند، اسکیموها، آلیوت‌ها و سرخپوستان در این سرزمین ساکن بودند. به علاوه گونه‌های زیادی از جاندارانی که دارای مقدار زیادی پشم بود نیز در این منطقه دیده میشد. پشم زیاد این حیوانات به دلیل هوای سرد آلاسکاست، زیرا در بعضی مناطق آن دمای هوا به -62 درجه سانتیگراد می رسد. همین پشمها باعث گرم شدن این حیوانات می شود. زمانی که روس‌ها وارد این منطقه شدند، سرخپوستان با شکار کردن حیوانات و تجارت زندگی خود را می گذراندند. بعد از وارد شدن روس‌ها تجارت و شکار را به دست گرفتند و دولت سزار روس یکی از مالکان اصلی آن بود. روس‌ها در این منطقه یخی از فروش و شکار حیوانات پول زیادی به جیب زدند، اما متاسفانه تقریباً 60% حیوانات این منطقه را از بین بردند. در این زمان بود که شایعاتی درباره پیدا شدن معادن طلا نیز به گوش می رسید. همه چیز به خوبی پیش می رفت تا اینکه بریتانیای کبیر و روسیه تزاری وارد جنگ شدند. پس از جنگ بسیار گران و پرهزینه کریمه بود که بودجه روسیه به شدت دچار کسری شد و به همین خاطر تزار الکساندر دوم برای پسگیری کریمه نیازی مبرمی به پول داشت و از سوی دیگر توانایی محافظت از آلاسکا را نداشت، چون آلاسکا از سن پترزبورگ که در آن زمان مقر دولت الکساندر دوم بود بسیار دور افتاده بود. دولت روسیه پس از باختن جنگ کریمه احساس خطر کرد که به زودی بریتانیای کبیر آلاسکا را هم اشغال نظامی می کند. روس‌ها واهمه داشتند که پس از پیدا شدن ذخایر با ارزش مثل طلا در این منطقه آلاسکا را برای انگلستان جذاب‌تر کند و الکساندر دوم نمی‌خواست که دشمن و رقیب اصلی خود را در کنار خود جای دهد که بعدها باعث به وجود آمدن مشکلات زیادتر برای این کشور شود. در آن زمان آمریکا و روسیه دوستی نزدیکی با هم داشتند و آمریکا به تزار روس عهد کرده بود که در جنگ با بریتانیا از روسیه حمایت کند. پس تصمیم به یک معامله گرفته شد. در این معامله تصمیم گرفته شد تا روسیه آلاسکا را به آمریکا بفروشد. بالاخره در 30 مارس 1867 بود که نمایندگان آمریکا و روسیه امضای خود را پای سندی گذاشتند که فروش آلاسکا را از سوی روسیه به دولت آمریکا تصدیق و تایید می‌کرد. ایالات متحده آمریکا در مجموع 7,200,000 دلار بابت ایالات 1.5 میلیون متر مربعی آلاسکا به روسیه پرداخت کرد که به پول امروزی چیزی حدود 130 میلیون دلار می شود. هر متر مربع این ایالت برای آمریکا فقط 4074 دلار شد.
در آن زمان کمتر آمریکایی فکر می کرد که این معامله ارزشش را داشته باشد. اما پس از کشف و استخراج معدن طلا در سال 1870 میلادی و بهره برداری از چاه نفت آن در سال 1875 میلادی، این ایالت جدید به ارزش خود بیش از پیش افزود. تخمین زده می شود که ذخایر نفت این ایالت 25 میلیارد بشکه است و بزرگترین حوزه نفتی در آمریکای شمالی به حساب می آید. باید بدانید که رفاه و پیشرفت امروزی ایالات متحده آمریکا تا اندازه زیادی مربوط به منابع زیرزمینی آلاسکا می شود. این معامله یک معامله شیرین و پرمنفعت برای آمریکا بود، اما بالعکس برای روسیه یک واقعه دردناک است. این معامله به عنوان بدترین زمین فروشی تاریخ به ثبت رسیده است. تاریخ روسیه الکساندر دوم را یک امپراتوری بی‌لیاقت و بی‌فکر می‌داند. گرچه تاریخ روسیه الکساندر دوم را یک امپراتوری بی‌لیاقت و بی‌فکر می‌داند، اما اگر تزار روس آلاسکا را به آمریکا نمی‌فروخت، 100% بریتانیا در ظرف یک هفته آلاسکا را اشغال نظامی می‌کرد و جای گرفتن انگلیس در این نقطه استراتژی هم برای آمریکا هم برای خود روسیه بسیار خطرناک بود. تزار روس با فروختن آلاسکا از درگیری هایی که در آینده ممکن بود بین روسیه و انگلیس اتفاق بیفتد جلوگیری کرد. این بود حقایقی در مورد فروش آلاسکا. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. لطفاً برای حمایت از ما کانال را لایک و سابسکرایب نمایید و به دوستانتان نیز شریک نمایید. برای بهتر شدن کانال منتظر انتقادات، پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا یک وقت دیگر و برنامه دیگر، بدرود.